اگه یه شب صدای زمزمه از گوشه تاریک اتاقت شنیدی، اگه دیدی سایه‌ای که نباید حرکت کنه داره بهت نزدیک میشه، یا وقتی چراغا خاموش میشن یه حضور ناشناس پشت سرت حس کردی، بدون این داستان فقط یه روایت معمولی نیست. اینجا صحبت از یه نیروی ماورایی، یه انرژی تاریک و یک چیز ناشناخته است که صاحب این خونه رو انتخاب کرده. اگه جرأت داری تا آخر ببین. سلام، به کانال The Huntress خوش اومدید. این ماجرا از زبان یه شخص تعریف شده و شامل اتفاقات واقعی است که خودش تجربه کرده. از همان سالهایی که هنوز معنای تاریکی رو درست نمی‌فهمیدم، اتفاقاتی اطرافم رخ میداد که هیچ توضیحی برایشان نبود. شاید آن موقع‌ها نمی‌دانستم چه چیز پشت این تجربه هاست، اما حالا که به گذشته نگاه می‌کنم، می‌بینم همه چیز از همان دوران شروع شده بود. داستان ظاهر شدن سایه ها، ارواح، نشانه ها و چیزی است که تا امروز هم رهایم نکرده. 6 سالم بود. شبی که هنوز با تمام جزئیات در ذهنم است. در اتاق خوابم دراز کشیده بودم. خانه آرام بود. سکوت سنگینی در تاریکی نشسته بود. نمیدانم چرا بیدار بودم، اما چشمایم باز بود و موعد خواب نبود. در همان لحظه چیزی از کنار در اتاقم عبور کرد. نه، چیزی نبود. شبیه مادرم بود، اما صورتش نور داشت. بدنش روی زمین نبود، بلکه در هوا شناور بود، مثل مهی که شکل بدن یک انسانو گرفته باشد. ماتم برده بود. سینه‌ام از ترس میسوخت. با صدای لرزان صداش زدم: مامان. و ناگهان صدای مادرم از اتاق کناری آمد، نه از موجودی که جلوی چشمانم حرکت میکرد. عزیزم، من اینجام. چیزی شده؟ جایی که شبح بود خالی شد. اگه تا اینجای داستان حس کردی یه چیزی پشت گردنت سنگینی میکنه، اگه حتی برای یک لحظه فکر کردی ممکنه یه حضور نامرئی کنارت باشه، پس تو هم از آدمهایی هستی که اینجور ماجراها رو واقعا درک میکنن. برای همین اگه هنوز سابسکرایب نکردی، همین الان انجامش بده. توی این کانال هر هفته داستانهایی میذاریم که یا خوابتون رو میگیرن یا وادارت میکنن چراغا رو روشن بذاری. سابسکرایب کن و آماده باش برای ورود به دنیایی که خیلی ها جرأت نزدیک شدن رو بهش ندارن. فکر میکردم خیالاتی شدم، اما هنوز لرزش بدنم تمام نشده بود. مادرم آمد داخل و آرامم کرد. چیزی نگفتم، او هم چیزی نپرسید، ولی حالا که بزرگ شدم حس میکنم او بیشتر از آنچه نشان میداد میدانست. 2 سال بعد باز هم در همان خانه. 8 سالم بود و آن شب هم خوابم نمی برد. در اتاق تاریک دراز کشیده بودم که ناگهان سایه مردی رو دیدم که از در ورودی خانه عبور کرد و مستقیم به سمت آشپزخانه رفت. در را نشنیدم. صدای قدم ها نبود، هیچ صدایی، هیچ حرکتی، فقط یه سایه انسان که از میان تاریکی گذشت. صبحش از مادرم و پدرم پرسیدم: دیشب کسی بیرون رفت؟ هر دو گفتن نه. آن روز برای اولین بار فهمیدم سایه ها واقعی اند و انگار فقط برای من ظاهر می شوند. سالها گذشت، اما سایه ها نه. در سال 2008 در 31 سالگی خانه دوستی بودم که میگفت خانهش تسخیر شده. از سر شوخی گفتم اگه روحی اینجاست یه نشونی بده. لحظاتی بعد 2 تقه محکم از دیوار شنیدیم. خندیدیم، فکر کردیم خانه قدیمی است. اما چند شب بعد دوباره صدا آمد. این باری که از دوستانمان دوربینش را برداشت و از آن سمت اتاق عکس گرفت. وقتی تصویر را دیدیم خندمان خشک شد. در عکس مردی با لباسهای وایکینگی ایستاده بود. چهرهش تار اما قابل تشخیص. چیزی که وحشتناکترش میکرد لبخندش بود. لبخندی آرام در تاریکی، انگار مستقیم به دوربین نگاه میکرد. آن شب سکوت میان ما سنگینتر از هر روحی بود که ادعا داشتن آن خانه دارد. چند ماه بعد من و دوستانم به جاده‌ای رفتیم که در شهر تورنتو کلرادو شهرت زیادی داشت. ریولدر رود.
جاده‌ای که پر از داستان‌های مرموز بود، ماشین‌هایی که ناگهان ظاهر می‌شوند، مسابقه می‌دهند و بعد ناپدید می‌شوند، و کسانی که می‌گفتند سایه‌ها در میان درختان قدم می‌زنند. اولین تجربه هم در آن جاده را هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. نزدیک هالووین بود. شب سردی بود و ما دنبال درختی می‌گشتیم که می‌گفتند محل اعدام جادوگران بوده. یک وانت با شیشه‌های گل‌آلود پشت سرمان می‌آمد، خیلی آرام، بی صدا، طوری که انگار راننده‌اش نمی‌خواست دیده شود. وقتی درخت را پیدا کردیم پیاده شدیم. هیچ صدایی نبود جز صدای باد، ولی ناگهان از سمت جاده خاکی صدای خنده‌های چند دختر آمد. نه شبیه صدای ضبط، نه شبیه انسان‌هایی که نزدیک باشند. صدایی که انگار از میان زمین بلند می‌شد. همان موقع چیزی دیدیم. زن سفید پوشی که در حاشیه جاده ظاهر می‌شد و محو می‌شد. نه کامل، فقط نصف بدنش پیدا بود. انگار نیمه کاره از دنیای دیگر وارد شده باشد. دوستانم اصرار کردند برگردیم. وقتی به ماشین برگشتیم و موتور را خاموش کردم، صدای کلیکی عجیبی شنیدم که تا سالها بعد هم همراه ماشین بود. تا روزی که آن ماشین رو فروختم، صدای کلیک هر بار تکرار می شد. انگار چیزی با من برگشته بود. چند شب بعد دوباره رفتیم. این بار تصمیم گرفتیم تا نزدیک مزرعه لبنیات برویم. وقتی به نزدیکی جاده خاکی رسیدیم، چراغ‌های ماشینمان افتاد رو چیزی که نمیتوانم فراموشش کنم. مردی که در هوا شناور بود، پیشبند سفید پوشیده بود و چاقوی بلندی را بالا گرفته بود. نه دوید، نه حرف زد، نه حمله کرد، فقط نگاه میکرد، اما چیزی در نگاهش انسانی نبود. چرخیدیم و با تمام سرعت برگشتیم. چند سال بعد در سال 2013 همراه همسرم برای ماعسل به هتل استنلی رفتیم، جایی که الهام بخش رمان درخشش بود و به تسخیر شدگی مشهور است. در اتاق هر بار حمام می رفتم حس می کردم کسی پشت سرم ایستاده. در نگاه کردن به آینه تردید داشتم. احساس حضور پشت گردنم می نشست. یه شب رو تخت خوابیده بودم، رو شکم گرمای نفس کسی پشت گردنم حس می شد و بعد فشار دست کسی رو پشتم. برگشتم. هیچ کس نبود. همسرم خواب بود. در تور روحگردی هتل داستان خدمتکاری را گفتند که در آتش مرده و حالا زوجهایی را که به درستی پیوند نخورده باشند از هم جدا می کند. آن شب از خودم پرسیدم آیا او بود که پشت من ایستاده بود؟ در زیرزمین هتل وارد اتاقی شدیم که روح دختر فراری نوجوانی به نام لوسی در آن سرگردان بود. می گفتند خودش در را از داخل می بندد. خنده‌دار به نظر می رسید. تا زمانی که از اتاق بیرون رفتم و دوباره وارد شدم، در بی صدا شروع کرد به بسته شدن. ولی وقتی نزدیکش شدم درست همان لحظه ایستاد. نه کاملا باز، نه کاملا بسته. انگار خودش تصمیم گرفته بود به من اجازه ورود بدهد. سالها گذشت، پدر و مادرم را از دست دادم و یک باره احساس کردم کسی از آن دنیا سعی دارد چیزی به من بگوید. به همین دلیل با دو مدیوم صحبت کردم. در جلسه سوم اتفاقی افتاد که هرگز انتظارش را نداشتم. روحی وارد گفتگو شد که هیچ نسبتی با من نداشت. انگار بخشی از وجودم او را می شناخت. مدیوم گفت شاید او فرشته نگهبان من باشد. در لحظه صحبت درباره او چیزی پشت سرم رو تخت افتاد. اتاق خالی بود. هیچ کس پشت سرم نبود. وقتی برگشتم همه چیز سر جایش بود. هیچ چیز تکان نخورده بود. اما صدای افتادن واقعی بود. انگار کسی در سکوت گفته باشد من اینجام. بعد از تمام این تجربه ها، بعد از دیدن سایه ها، ارواح، صداها، نشانه ها، به یک حقیقت رسیدم. بعضی از ما انتخاب نمی کنیم که با جهان تاریک روبرو شویم. جهان تاریک ما را انتخاب می کند. از کودکی تا امروز چیزی در این دنیا یا دنیای دیگر در کنار من قدم زده. گاهی دیده می شود، گاهی پنهان می ماند و گاهی از میان سکوت تنها یک نشانه می دهد. شاید سایه ها از من دست نکشیدند یا شاید من از آنها. یک لحظه صبر کن، اطراف تو نگاه کن.
شاید صدای نفس کسی پشت سرت باشه، یا سایه‌ای از چیزی که امروز دیدی هنوز تو اتاقت قدم بزنه. این داستان فقط آغاز بود و دنیا پر از روایت‌هایی است که حتی جرأت شنیدنش رو نداری. اگه میخوای با ما وارد این دنیای تاریک و واقعی بشی، همین الان سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن. یادت باشه دنیای ماورایی منتظر هیچ کس نمیمونه، ولی تو میتونی انتخاب کنی که باهاش روبرو بشی یا فرار کنی.